اندیشه سکولاریستی چی است؟ یعنی اندیشه هست که باید قانون غیر الله در یک مملکت تطبیق شود، جدایی دین از ساختار جامعه. در پانتون باید دین نباشه، در مکتب باید دین نباشه، در دفتر باید دین نباشه. دین در کجا باشه؟ فقط در مسجد باشه. پس اندیشه سکولاریستی اندیشه طاغوتی است. دموکراسی چی معنی؟ یعنی دموکراسی یعنی که اله مردم پارلمان باشه، خدای مردم کی باشه؟ اگر پارلمان گفت شراب حلال است اوکی، اگر گفت حرام است پارلمان یه حق داره. دموکراسی قانون الله هست یا قانون غیر الله؟ پس طاغوت شد نشد. کمونیسم، مکتب کمونیستی یک طاغوت است به شکل یک اندیشه. چرا که کمونیسم چی میگه؟ میگه دین افیون ملت هاست، مخدر است. انسان که دیندار شد میگه دیندار کسی است که پیش کمونیستا، پیش مارکسیستا نظر مارکس است. پس به نظر مارکس هر کسی که دیندار است پودری است. دیندار چیست؟ مارکس میگه پا میزنه، میگه دین مخدر ملت هاست. ما گپای مارکس براتون خوبم تو لوکس جور میکنم که بفهمید. مخدر ملت ها چی معنی؟ یعنی دیندار چیست؟ هر کسی که دیندار است میگه پودری است. اون قرار در بغل دریای کابل اونجا شیشتگی است خلاص. پس این نظر چی هست؟ نظر پس کمونیسم، مارکسیسم، سکولاریسم، فاشیسم، نشنالیسم، قوم پرستی یا کلش اندیشه های طاغوتی هستند. این حال وقتی که میگه که و من یکفر بالطاغوت، اول باید به کی کافر شوی؟ اول باید کافر شوی به افراد طاغوت. به فرعون کافر شوی، به هامان کافر شوی، به نمرود کافر شوی، به شداد کافر شوی، به اندیشه های طاغوتی، به کمونیسم کافر شوی، به سکولاریسم کافر شوی، به دموکراسی کافر شوی. و یؤمن بالله، باز بعد از او به کی بیاری ایمان؟ فقد استمسک بالعروة الوثقی، باز او وقت تو هستی که به عروه وثقی. این حال کسایی که میگه دموکراسی و اسلام فرق نداره، لا اله الا الله را فهمیده؟ بیچاره لا اله الا الله را نمیفهمه. معنای چه؟ معنای اله نمیفهمه.